سوی قطار اینجا قشلاق بود در وقتش. حاضر بچه ها میان نقل میکنیم. سوی قطار اینجا مکتب دیگه او یا کپای کسی از جا نمیدونم. یه مکتب میخوای وقتی مکتب نمیگفتن مدرسه میگفتن. مدرسه بودگه اینجا قشلاق بودگه. میکشیمش اگه گوش سر منیم. تمام گوش تمام. به همین قد اینه مکرده. Hey. Dam şap kap. Uynak. Taucher katiş taucher. Harde de stot kap. Harde de stot. Taucher. Hara beynamın. Tamam. Найта. Bior. Skop meni kuş çapa. Skop? Skop. هم خیلی گوره میکپن چک میدازن کی اون نشود. همین جوش گوش کن. نه تا گوش تاخ بگو. نه خیلی تمام خوک شد. همون جوش رو چینی. پیشینه یا؟ تو پیشینه خاطر گوشت. این از حاجی است از این تمام. چک گوشت است. ام شکوف تمام. جونش خلاص. هست یک اون دیگه. او چک گفتن دکو. دام مشکل. هی به حرمتی است کی. چک چخیله است لو. سر گوش چپ. پروندگی با چه گوشی راسته میخپی؟ توغیا. بلکه نجنت تو کلامم بیام دوزش. این نیمی گوش پروندی کو؟ خبایس کجا است؟ کلش رفت پیش نکرد. چه خورد منی؟ بچه‌ها همجا رفتن چک دوزی تغما میروان گوی خودشون میخپن گوش میبرن خیلی نکی یخیل جا 70 خوشگیای باز یک قشلوق نه دستی قشلوق میره بایجره خیر یگان 100 نمود تغما هستای ممکن زیادتر باشه هر کس کدومش سر گوش یک جو بریدگی سر گوش دو جو بریدگی سر گوش پروندگی بر گوش بریدگی بر گوش پروندگی سر گوش بریدگی هم خیلی تغما ارش بسیاره هر یک آدم گویخش تغما میکنه هر یک خوجگی برای سیخلش تغما داره تغما چه میمونه چون که یک محبت هم خیلی گفتیم گو خر میشون گو بزباله میشون میخرن فربی میشون و شناختن نمیشه به تغما خودت شناختن نمیتونی بعد دیگر آدم میگه که گوی منای اگر تغما خودت باشه دکزات هست دلیل هست بعد صاحب گوی خچه میگیره میگیم به تغما نمیشه به تغما اگر یگان رنگش سفید سیاه یگان خیلی باشه که خیلی یادونای به تغما میشه نه که همه تغما دارن حتی مو خودم نمیشناسم تغمای خودمون هم نمیدونم چه خیلی ای میدونم آدمایی هستن که یک آدم همه تغمای قشلاق میدونه خیلی آدم بسیارن باز گو گوسپند چی هست رفته صاحب میپرسی یکی باشه میگه که فلان آدم برای تغماش هم میشناسه اینا بچه های راه اومدگی شلپرش دگیان دم گرفته ایستن دیگه با چکوت دارین مردم اینا قصابه اومدن قصابه مردمی چک دوز گوه بیچاره را عذاب میتیه چند جور گوشی گوه میبری؟ 6 تا با هست که زیادتر برن
همین چک با موبایلش گفت با وای بسیارتا هست هفت یک گوشش نارکوس و کل مینا نارکوس نظری چکش مشکلیه چکی ما نداریم به چکی دولت چکش مشکلیه سری گوشی راست چکی مو کو خب که چکی پهلوان نظری خوجا خیلی دست چکش مشکلیه همین سری گوشی راست زدگی چپ چوک اش مشکلیه خدا سری گوشی راست پرندگی چوک برای کچ که افتاد هم پرندگی هم چوک یک گوش فقط اش مشکلیه گوشی چپ چوک گوشی چپ شکوف اش مشکلیه سر گوشی راست پرندگی پس گرفتگی اش مشکلیه پس بین پس بین چکش مشکلیه بچه شش تا قلبولا قلباک چند جو 6 جو 7 جو 2 گوش یک گوش دو گوش 7 رئیس اش مشکلیه اما 16 تا شیروز تا تو گوشی راست تا تور بوی پیرمرد اما 16 تا سه چپ درست 3 تا گوش چپ 2 تا گوشی راست 5 تا چکش مشکلیه همه از چپ از راست یا از چوک هم بردگی هم چوک گپ نیست نظری هم چک اختیار برگنشان ته هکی التیماس بلا کامera زده است برش که کامera زد بره او بیاره که فهمیده میشه که مردک مغازین چی است تشکیلیش وزمین است آیا بودرینگ میزنی؟ همین پارینا مردم رو روی وقت میشه همین پارینا 100% بود یگان پرابلم انا به چی پرابلم آخر اومده که مردم خود گردنگم این اومده هم اول اومده استیم همین شاو بیس نگاهش گر نخرا پگای هایش که بر اودیک میره کایف میره بیس برای چی صد جای دایجا گاز نجی تو همین ساعت 12 را آدم شاو میسته پگایش داد مینه همین ساعت 12 همیشه مردک خود با بانی شفرم یک دو سه میروم اوزی میروم دوای کنکه دوای کامراش کنک کامera کیسی های نگاه میزن البته چونکا که خرتا چونکا که خرتا و نوا بچه خب خرس انجای دک جای او نو برو انا خرسی آنا ایجاب داره پوینده آنا انا هم بچه عزیز خیرس بچهش خطی همجا چریده سای بلند گب زدن نمیشه بلند گب نمیزنیم برای نبینن نشنوه تیرش هم نمیتوزی میره برای که بچهش خطی ممکن نیست خرسی بچه داره زدن ممکن همجا عادی خنب کرده اینه بولای سنگ دا برامد خورد با فیلم سیر کرد این بولای سنگ دا تماشا داره مورا ندیده سولی بچهش نیست از بچهش باید فیراد کنه بچهش هم گیویا بچهش هم اومد همینجا با فیلم هوا گرم شده استراحت میکنه عادی میکنه های غمش نمیتیم خرسه منطقه خوش ها ما رای خدرت دوام میتیم بکن بزن
ای کپا در دیوالوش ایستادگی های نه تپشکه نه مردم دیولوخ می اومدن در همتری جو اینه در همتری جو می ایستادن زندگی میکردن روزشون میگذروندن اینجا جوی بفیرم گوساله هاشو بوده ها بفیرم نه سنگش ترسنگ میگن ترسنگش همین دست اینا سفید روی وقت شنوندگی چی؟ همین توی سگ هزار 5 متر دور بود هیلی که بچه ساعت هم 3 شد ما اینا نه برگشتیم رفتیم رسوندیم گشتیم دکس ایمان موند بچه ها دکس موندن شخواه میستن برای یکون گرگ خرس نپدر نکنه در گوو حال به قشلاق نرسیم یکون 3 کیلومتر گه موندگی به قشلاق بالای رفتن سبک کلاپ ها پایین اومدن چطور وزمین غلطید زور من اومد کلاپ ها اومدن پایین اومدن هوا هم صافه در روز 3 روز نصیب باشه روز 19 هم آچرا دی خدمانای ما دکس شاو میریم میستیم باز در همونجا با میخریم سلامت باشه زنده باشه باز تا دیدن